جای همینی خالی. خیلی عالیه. عالیه. ماشاءالله ماشاءالله. آب برف اینجا جمع شده تو ارتفاع 2700. اصل داستان تازه شروع شد آقا. تا الان داشتیم خوشگذرانی میکردیم. این داور اوه ببین چی شده اینجا. هم جل برو عقب علی. من حالا باید فرقا بایستیم که این سنگا هی تو ما ضربه نزنه. برگامون سنگ منگوی ردیدی داره. بعد اولا صاف انداختم میچسبه قشنگ. یا خدا این چه لشبازی بود. این چه لشبازی بود. وای دادا این یه ذره ارتفاع زیاده. بچه ها رو فرستادم اونجا. نمیدونم جلوشون چی خواهد که همینجا تو پرتگاه. ببینید وقت ویو رو ببین چجوری میتونی منو خونه بند کنی. هوا عالی فوق‌العاده. البته بالا فکر کنم باد شدیدتره. همین که مه هستش. این هم که خشال زیبا خالص برف. خودتون اومدین کجا وایساده که بعدش چی هست. ما یه نقطه ایم تو اینجا. بعد یه توقف کوچیک واقعا این بر پرتگاهش خیلی زیاد بود. میدونی اصلا دل جیگر آدم رو در میاره اون پایین رو ببینه. همش هم که اینجا سنگه. پرتگاهی میتونه باشه. که خراب شروع شد. آروم و پیوسته باید بریم همه. هی داریم ارتفاع میگیریم و اینکه یه پله بالاتر میریم تا گل پایین بهمون نخوره. آروم و پیوسته. خیلی بالاییم آقا. خیلی خوشگله. جاتون سبز. الان دیوار شیری کردم به خاطر کنم اینجا گوسفند سرا بوده. انقدر خوبه اینجا حد نداره. امیدوارم برف نباشه بتونیم بیایم پایین ازش. حدی که من اینجا میبینم که تازه رفتن. نمیدونم امیدوارم که بشه. خدا کنه که بشه. اگه نشه خیلی راه برگرده. اوه این که برف هیچ. 12:50 دقیقه. اینم قله سوموس و اینم جاده و مه و
ماشاءالله. و بردیم تو برف. حالا باید اینجا رو بریم پایین. بریم راه میده نمیده. این یه نقطهش هیچی نه، همینجوری بریم برسیم اینجا. نفاسرم هیچکی نیست. جالبه هیچ کس نیست. ما هستیم. جاتون هم خالی تو این ویو. مثلا این کار جای امروز برای ما ساخته شده آقا. بنده دو داریم جون بارون نمیدیم. این زیرش از این چیزی که نمیگیره. عجب صفایی داره آه، عجب صفایی. بدجور گله اصلا زیرش کلن گله. باید بریم پایین که رفته باشه. خاکش یه جوری خوبه ترمز میزنی صاف پام. ای بابا خوب شد من یه بار تعریف کردم کلا گل شد. داستان کلا برگشت. تو گل دوست ندارم برم. سر این سنگا بدجور خطریه، ناجور خطریه. آب خورده سنگ باهاش میاد اینجایی که نگرت داره. حتی بریم تمرکزی تر پیاده شدیم سوار شدیم. عجب منظره‌ای شد. آب اونجا رو اومدیم پایین بریم برای دشت لفاسر زیبا. همین جاش هم زیباست. حالا چه برسیم به اونجا. خیلی خوشگله. آرزوی هر دو سواری این موقعیت و خاک و زیبایی بزنه بیرون. دلم نمیخواد اینجا تموم شد.